سر جلسه امتحان کشوری حدود 300 تا دانشجو مشغول پر کردن برگه خودشون بودن که ناگهان استاد مراقب میگه امتحان تمومه. دانشجوها صف میکشن تا برگه ها رو تحویل بدن، ولی یه دانشجو هنوز داره مینویسه. استاد به دانشجو نگاه میکنه و حس میکنه انگار شبیه کسیه که قبلا دیده، اما یادش نمیاد شبیه کیه. پس با صدای بلند میگه هی، اگه همین الان دست از نوشتن بر نداری دیگه برگتو نمیگیرم. اما دانشجو همچنان به نوشتن ادامه میده. در نهایت دانشجو چند دقیقه بعد میاد تا برگشو تحویل بده. استاد میگه بهت گفتم که برگتو نمیگیرم، برو ردی. دانشجو با عصبانیت فریاد میزنه واقعا برات متاسفم، اصلا میدونی من کیم؟ استاد ناگهان به پسر نگاه میکنه و یاد چهره دختری که 20 سال پیش توی کوچه خلوت محل با شطرنج خشنه بدون محافظ بازی کرده بود میفته و با ترس به پسر میگه نه نمیدونم. دانشجو بدون هیچ حرفی برگه خودشو وسط صدها برگه دیگه میذاره و به استاد میگه حالا اگه مردی بدون دونستن اسمم برگمو پیدا کن. بعد از کلاس بیرون